سلام علیکم دوستان عزیز، با شما هستیم. ما پیچکی پروسه فیبرز ما باستورای توجیک با آنها سابشین می‌نویسیم در اینستاگرام که آنها جواب میدن یا نه. باز زوزده‌های توجیک یکی از آنها هست چون امسی و غیره و بسیاری آدم‌های زوزده‌ها می‌نویسیم با زوزده‌های توجیکو و می‌بینیم که آنها با ما اتویت میدن یا نه و حتما این رو در کامera ثبت می‌کنیم و می‌بینیم دوستان عزیز. و پیش از ویدیو رو سر کردن در ویدیو ما لایک کنید و در کامنت نویسید که باز همین کل ویدیو رو ما دوام دیم یا نه. ما سر کردیم رفتیم. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. حاضر ما باشون امسی نویسیم و حتما پس از 24 ساعت یعنی که حاضر ساعت حاضر 12:26 می باشد و حتما در همین ساعت یعنی که 24 ساعت میگذارد و ما میبینیم که آنها اتویت دادن یا نه و این رو حتما در کامera به شما ثبت کردن نشون میدیم که آنها اتویت دادن و چه اتویت دادن. و یک بار باشن من خواستم که با خشاشور سابشین نویسم برای اون که در رکمنداسی شون امسی انا همین با خشاشور برآمد و من خواستم که با خشاشور سابشین نویسم و میبینیم که با خشاشور با ما چه جواب میده. اگر که جواب داد باز من خواستم که با شبنم سورایی نویسم و من حتما میدونم که او جواب نویسه برای اون که او گالوچکا دارد یعنی که چنگی کتوم نمی شبنم سورایی با خودش گالوچکا دارد پتیچکا دارد میگه و او با آدمون نمی‌نویسد برای اون که آدم او از من ببینم پتیچکاش 5666 پتیچکا 5666 566 هست 566,000 پاتیچی دورا شنویس رایا و ما خیلی می‌نویسیم که افراد میدیاد یا نه و باز من باشم فلسفه کس آدمایی که میلیون پاتیچی دارن اما پاتیچی ندارن. من با این حیرانم. استوری نوبتی ما این بیژن نمای باشد. بیژن نمای این را همه میدونن در استیر در گروه استیر می باشد و من خواستم که به این سابشین نویسم برای این شخص. این شخص در اینستاگرام 7144 تا پاتیچیک دارد و من باور دارم که به ما اتویت میده اما من حیران هستم که چرا 7144 تا پاتیچیک دارد یا اینکه اساسی بیژن نیست. اما من بیژن رو گفتم تنها همین پاتیچیکش بسیار میباشد و در یوتیوب ها بسیاری در همین سلکه مونده هستن که یعنی که به سلکه بیژن ما خیلی ما سابشین نویسیم که اتویت میده یا نه.
و باز من خواستم که به باران سابشن نویسم چیزی که کردن در اکران دیدید باران رو سایت باران رو باران تجکی نامش از ما با سرچش می‌داره و در اون سابشن می‌نویسیم. سوره نمبر رو من عبدالرزاق انتخاب کردم. عبدالرزاق در اینستاگرامش 2400 عبدالرزاق در اینستاگرامش 247,000 تا پادپیسچی دارد و 1 تا پادپیسکا دارد. نمیدونم این کی است، فکرم بارون است. حاضر ما میبینیم. بله، 1 دون پادپیسکاش این بارون میباشد و حاضر ما با بارون نویسیم چیزی خودتون می‌بینید و اکنون با عبدالرزاق می‌نویسیم که اتویت میدید یا نه و خیر می‌بینیم که چی اتویت میده راستانگی و باز دوام میدیم که عبدالرزاق و باز کرچی خیر دوستان من یک چیز را با شما گفتم که هر یک این سابشنایی که من به این زویزا نوشتم این یگان توش به من لازم نیست، همش رو من برای شما نوشتم و امروز من با شما میگم که با ما کی اتویت داد و یک روز گذشت من با شما نمیگم که خیر مثلا سلام نمیگم برای اینکه علاقه در سرچ ویدیو این رو گپ رو گفتم و دوستان میگذاریم به ویدیو اساسی ویدیو، یعنی که اونها اتویت دادن یا اینکه نه. از همه آدمی که به من اتویت داد این یک نفر میباشد و این نفر رو من مثل که صحبت گویم همین که گویم که من اون رو در ویدیو ثبت نکردم، من از خاطرم برآمد و من باور داشتم که اتویت نمیداد، اما این همون اتویت داد، دیگران باشن به ما اتویت ندادن، حتی ندیدن سابشنی رو. خیر من باور داشتم که بسیاری اتویت نمیداد برای اینکه من پادپیسکم کم میباشد، پادپیسک اونها بسیار میباشد و اونها با اونها بسیاری آدم ها مینویسن. مثلا یک از اونها 100,000 از 100,000 تا 500,000 کس به اونها سابشن نویس، از 100,000 تا 500,000 کس شما پرزنت کنید که 100,000 نفر از اونها 1000 نفرشون با اونها هر روز سابشن نویسن، با اونها هیچ کس با هیچ کسی اونها اتویت دادن نمیتونن، یعنی که اونها میتونن که اتویت دهن با 5 کس 6 کس همونطور و از اونها من نبودم، اما با یک نفر که اوی پادپیسکش بفکرم 2000 بود این نفر به من اتویت داد. خودتون خیر ببینید. شخصی که به من اتویت داد نامش سلوجنی غفاری میباشد، بفکرم این نام رو شما یکم بار شنیدید، اما اگر من فیلمی که به باز کرده است رو گویم شما حتما او رو میشناسید. در فیلم سکوت پیمان و من شهیدی عشق پوکم باز کرده است و گلامنی رول نامش علی بود، فریدون و غیره نام ها در فیلم ها دارد. در فیلم سکوت رو حتما شما دیدید دوستان عزیز و انا همین مرد به من اتویت داد. دوستان اگر این ویدیو با شما معقول شده باشد پس حتما لایک مونید و در کانال ما ابونا شوید و ما همین خیل ویدیوها رو با شما زیادتر میکنیم دوستان عزیز. با شما بودم من پیچکی قاسبه، خیر تا بازدید.